بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم پس از اینکه خداوند در آیات‌های پیشتر درباره 9 طایفه انسان‌هایی که خیلی صفت‌های زشت و پسترین دارند و ما ذکر کرد و شناس کنانید، بعداً میگوید سنسیمه علی الخرطوم. و خواهرانی که پیشتر یا اول سوره قلم رو نشنیدند حتما ثبت پیشتر رو گوش کنید تا اینکه این آیت چگونه به آنجا رابطه دارد خوش رو بفهمید. سنسیمه علی الخرطوم یعنی خداوند میگوید من ختم میزنم یا من ایزه میگذارم به بینی آنها. و این یک اهانت بود در زمان پیشتره به گناهگاران که پیشانی گناهگار یا چهره گناهگار را سیاه میکردند. در روز قیامت هم الله میگوید یعرف المجرمون بسیماهم. مجرمان یا گناهگاران از چهره های سیاه خود روز قیامت شناخته میشوند. حتمی نیست که از صدای برایت که فلانی فلانی از اهل گناه بود، از چهره سیاهش شناخته می شود اهل گناه و این چونین از چهره پر از نور و شادش شناخته می شود اهل عملهای صالح. پس از این خداوند میگوید این بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لیصرمونها مصبحین. ما میگوید اهل مکه رو امتحان کردیم با فراوانی زمین و با شکمسیری. وقتی که آنها این نعمت ما رو انکار کردن و با گناه منتداری کردن، سپس ما آنها رو به خشکی و به گرسنگی جزا دادیم. چگونه که اصحاب جنت یا صاحبان باغ رو هم این گونه کرده بودیم. درباره صاحبان باغ که موضوع اساسی این سوره قلم است، خواهران عزیز، در یمن مردی بود که 3 فرزند داشت و وقتی که آن مرد زنده بود و در قید حیات بود یک باغ داشت، باغی که انگورزار و از خرما و همه نمود سبزیجات و میوگی ها در آن بود و آن مرد در بین مردم با سخاوتمندی شناخته شده بود. حتی در بعض روایت می آورند که به باغ او یا گفتیم در باغ او دیوار نبود یا سیمتور نبود و در آنجا حتی نوشته شده بود که از این باغ هر راهگذر میتواند بخورد، از این باغ همه میتواند به پول میوگی خورد و کمبغلان و بیوزنان و یتیمان از میوه و از سبزیجات آن باغ سیر میشدند. و آن مرد با این سخاوت مشهور بود و باغ او دوای گرسنگان شهرش بود. ولی وقتی آن مرد میمیرد 3 فرزند با هم جمع میشوند و میگویند اصلا به ما چی؟ این همه کمبغل رو از این میوه و از این سبزیجات باغمون سیر میکنیم. پدرمون کرد و گذشت، الان دیگر پدر رفت، ما خودمون فرزندان زیاد داریم. و شیطان همین گونه به سخاوت انسان وسوسه میکند که خودت فرزند داری به کسی چیزی نده. و اینها 3 نفر می نشینند و میگویند اصلا بیایید هر چیزی که از باغ، از میوه و از سبزیجات هست به فرزندان خود نفقه کنیم، ما دیگر مثل پدر به کمبغلان و به محتاجان ندهیم. ولی پدر بیچاره، آن پدر صالح و سخاوتمند، پیش از مرگش گفته بود که همون گونه‌ای که در زندگی هم ما میخوردیم هم کمبغلان میخوردن، پس از مرگ من هم این کار را شما دوام دهید. یعنی همون گونه‌ای که پیشتر بود، پس از مرگ من هم باید مسکینان محتاجان از آن باغ بگیرند. و رحمت پروردگار بود که آن باغ همیشه پر از میوه و پر از سبزیجات بود. و شاید یکایک شما هم شاهد باشید، هر کسی که از میوه درختش و از سبزیجات باغش به یگان بخیلی به اطراف میدهد، خداوند هر سال آن را پر از برکت میکند. یعنی در حیات امروزه هم انسان میتواند به این معجزه الله شاهد باشد. و اینجا این مرد همین گونه باغ پر از حاصلش را با کمبغلان در میان میگذاشت. برای 3 پسر
پس از مرگ پدر میگویند نه دیگر پدر رفت، ما دیگر این کار را دوام نمیدهیم. و در دوامش از اقسموا لیصرمونها مصبحین، 3 نفر قسم میخورند، میگویند بیایید عزم میکنیم سحر وقتی که همه کمبغلان خوب هستند آهسته به باغ می رویم و هنوز مردم بیدار نشده میوه ها رو سبزوات ها رو جمع می کنیم، برای آن که اگر ما وقتی که مردم بیدار هستن رفتیم، کمبغلان که دیگر عادت کردن از این باغ بخورن، آنها هم می آیند و از ما طلب می کنند. و همین گونه 3 انسانی بخیل، 3 پسری بخیل با هم میگویند سحر میخیزیم و می رویم پس از بیدار شدن به سوی باغ ولا یستثنون، و حتی انشاءالله هم نمیگویند، میگویند تمام این پگاه روزی می رویم برای جمع‌آوری میوه. ولی الله چی میگوید؟ فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، بیخبر هستند که الله از نیت‌های آنها آگاه است. همین وقت که اینها نیت کردند که به کسی چیزی نمیدهند، خداوند جبرائیل را فرستاد تا در یک شب در اطراف آن باغ دور بزند و تمام درخت و سبزوات ها ریشه‌کن شود و حتی آتش بزند. یعنی فرشته در بعضی روایت ها حضرت جبرائیل، در بعضی از روایت ها نه، دیگر فرشته ها می آیند و وقتی که آنها پس از این نیت های بد خود، بعد از این همه عزمه که کردن خوب میکنن، فقط نگاه کنید. همینجا امام قرطبی دلیل خیلی عجیب میگیرن، میگویند ببین، میگویند اینها هنوز بخیلی نکرده، وقت بخیلی رو نیت کردن، الله کی خداوند به اینها عذاب فرستاد، الله کی همه آن میوجات و همه آن سبزواتشان سوخت و دیگر خاک سیاه شد، یعنی حتی آتش گرفت. آتش گرفتن باغ سبز با میوه ها خیلی یک منظره دهشت آور دارد. یعنی وقتی که از خشکی آتش میگیرد چیزی دیگر، وقتی درختی سبز با میوه هایش آتش میگیرد، این در حقیقت بلای از جانب الله است. و اینها وقتی با این نیت بد خوب میکنند، حضرت جبرائیل می آیند و با یک طواف یا با یک دور زدن تمامی باغ ریشه‌کن می شود و حتی آتش می گیرد و می سوزد. و الله می گوید فاصبحت کالصریم، و مثل شب سیاه می شود. آن باغی که هر کمبغل میدید میگفت از این میوه ها ما میخوردیم و میخوریم و هر یتیم و هر بیچاره از آن سر میشد، به خاطر بخیل بودن این صاحبانش مانند شب سیاه کاملا سوخته خاکستر میشود. فتنادوا مصبحین، اما این 3 برادر از این بیخبرند، پگاه روزی همدیگر رو آهسته صدا میکنند، انیغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، بیاید میرویم برای کندن میوه ها اگر آن میوه ها رو جمع کردنی باشیم. یعنی با هم میگن بیاید اکنون پگاه روزی برویم. فانطلقوا و هم یتخافتون، پس راه سپار میشوند به سوی باغ، چون باغ کمی از خانه هایشان دورتر بود و به سوی باغ راه سپار میشوند. یتخافتون، آهسته آهسته، پنهان پنهان، کسی ما رو نشنود، کسی نبیند تا که به ما شریک نشود. الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین، نباید امروز یگان مسکینه، یگان محتاج به باغ داخل شود. چه خیلی گفتم پیشتر، در وقت جمع‌آوری میوه، در وقت جمع‌آوری سبزوات، کمبغلان هم می آمدن برابر می گرفتن. اینجا اینها میگن یگان کمبغل وارد نشود، ما خودمون فقط بگیریم. و غدوا علی حردین قادرین، و پگاه روزی با قصد که ما همه میوه رو می توانیم جمع کنیم، کسی نبیند، داخل باغ می شوند. فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. وای وقتی میبینند که باغ دیگر آن باغ نیست، درخت ها همه ریشه‌کن و جز ریشه‌کن بودنش سوخته و سیاه و تاریک، میگویند این لضالون، این باغ ما نیست، ما راه گم کردیم، مگر باغ ما این گونه بود؟ یعنی از آن دهشت دیدهشان باورشان نمی آید که این باغشان است. بل نحن محرومون، وای که ما محروم گشته ایم از آن همه میوه و از آن همه حاصله که اینقدر برایش نقشه کشیدیم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اینجا
از این 3 برادر یک نفرش بهترینشان بود. در روایت ها می آید برادر کلانی از برادرانی بود که نظر به دیگرها انصاف داشت. او می گوید آخر من به شما گفته بودم اکنون که بخیل کردنی هستید حداقل ان شاء الله گویید، حداقل به پروردگار شکر کنید. لولا تسبحون، کاش تسبیح می گفتیم، خداوند را یاد می کردیم که این بلا بالای سرمون نمی آمد. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمین. سپس آن 2 برادر میگویند خدایا تو پاک هستی پروردگار ما، إنا كنا ظالمین، این ما بودیم که به خود ظلم کردیم، این ما بودیم که نیتی بخیلی کردیم و جزای تو اینقدر زود بالای ما آمد. فاقبل بعضهم على بعض یتلومون، و به همدیگر روی آورده یکدیگر رو ملامت کردند که آخر چرا این کار رو کردیم. ببینید که فکر کردیم یک کم از این میوه ها به کمبغلان ندهیم، ولی همش را الله از دست ما گرفت. قالوا یا ویلنا إنا كنا طاغین، گفتند خدایا وای بر ما، چقدر کار زشت کردیم که ما از جمله گناهکاران هستیم. یعنی پشیمانی خود را اظهار کردند. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها إنا الی ربنا راغبون. امید داریم که خداوند الله پروردگارمان به جای این باغ و ما باغ بهتری را بدهد و ما به پروردگار خود برمیگردیم و ما ایمان داریم که پروردگار ما را این گونه به حالمان نمیگذارد و ما به سوی او توبه میکنیم. در تفسیر آمده است که پس از این توبه الله مهربان برای اینها باغ بهتر از این باغ را میدهد، چون اینها صادقانه توبه میکنند و پس از این گناه خود را به گردن گرفتن این باغ نیو باغ دیگری که از این هم زیادتر درخت و میوه دار بود برایشان نصیب می شود. و همینجا در همین قصه کوتاهی که درباره 3 برادر که فرزند مرد صالح هستند خداوند برای ما نقل میکند، برای ما پند باشد. الکی نیت کردی که من پولدار شدم به کسی خیر نمی کنم، پولهایم فقط برای توی بچه‌ام، جیزه دخترم، برای ریمونت خونم، برای ماشینم، الکی از آن نیت خداوند آگاه است. آن پولت برکه ندارد. و هر کسی که میگوید چرا همیشه پول من برکت ندارد، چرا همیشه نقشه های من ویران می شود، شاید نقشه های شما بر علیه خواسته الله یا رضاگی الله است. نقشه ها رو خوب کنید، نیت ها رو خوب کنید، بگویید خدایا وقتی به من پول میدهی ای پروردگارم که خزائن زمین و آسمان ها در دست توست، دست همه مهاجر و محتاجان رو میگیرم. پروردگارا وقتی تو به من از رزقت وسیع میکنی بخیش و تبارم کمک میکنم. نیت ها رو خوب کنید. تمام ثروت زمین و آسمان به دست پروردگار است، پروردگار بر زیاده میکند. ولیکن برعکس وقتی گفتیم چرا من به این میدیم بعد از این به کسی نمیدهم، به آن نگاه کرده خداوند سرسام میکند. از زندگی شخصی هم خواهران عزیز چند روز پیش به برادرم هم همین رو گفته گذاشتم. یک سال بود تقریبا 8 سال پیش به یک امتحان خیلی وزمین دچار شده بودم من و عائله‌ام. یک امتحانی که هم از جهت اقتصادی، هم از جهت تنهایی، هم از همه جهت، یعنی حالت خیلی سختی و وزمینی بود. نمیدونم از جهت شیطان بود، خداوند خودش من رو ببخشد الها. خود به خود گفتم این همه وقت همیشه کوشش کردم به دیگران کمک کنم، دست دیگران رو گیرم، دیگر من الان خیلی تنها هستم. اگه خود به خود من خیلی تنها موندم، دیگر من هم به کسی کمک نمی کنم، همه با راه خودش، من هم به کسی هیچ دیگر کمک نمی کنم. سبحان الله، در همون لحظه که این نیتی بد یا این گفتیم قصدی بد رو از خود گذرانیدم، شاید 1 ماه باشد 2 ماه باشد، همیشه آوارگی و پریشانی در سرم بود. یعنی 1 روز خوبی نبود. تا مدت پروردگار هدایتگر است. پس از دعا و نماز و برگشت به الله، یک باره به دلم نمیدونم الهام الله بود که گفتم بگذار تمام دنیا به تو بدی کنند، بگذار نزدیکترین آدم ها به تو روی گردانند، اما تو خودت انسان باش، تو خودت مؤمن باش. همه یک جا باشن، تو تنها باش ولی در راه الله باش. از همان لحظه یا از همان روز نیت کردم اگر
با تمام قوت بر علیه من دشمنی باشد، هم خوبی را اصلا ترک نمی کنم. و در خود همان هفته خداوند اینقدر برای ما کشایش داد که کلا زندگیم تماما تغییر یافت، یعنی تغییراتی که وصف کرده نمی شود. و من میگویم با کوچکترین چیز، یعنی در قزاقستان بودیم، در قزاقستان رو همه میدونید، یعنی با همکارا که در یکی از مرکزهای زبانی عربی درس میدادم، یک بار مناسبتم رو با شاگردان، مناسبتم رو با همون استادهای دیگر کردم، یا حتی با همسایه ها، و گفتم با الله عهد و پیمان میکنم همیشه از پای خوبی میشوم، دیگر اصلا به خاطر بدی به مردم بدی نمیکنم. و تغییرات را خداوند در زندگیم، یا گفته معجزه‌اش را این گونه نشان داد که تو نیتی خوب داشته باش، من همینجا هستم. یعنی تو نیتی خوب کن، من هم برای تو کشایش میدهم. از همین لحاظ خواهران عزیز، همیشه نیت رو خوب کنید. نگوید که آخر برای من بدی میکنن، نه بگذار بدی کنن، شما خوب باشید. میگوید چرا آخر به بدی های من همیشه تهمت، بگذار تهمت کند، تو خوب باش. اگر آن انسان قدر تو را ندانست، آنجا پادشاه زمین و آسمان تو را قدردانی میکند و تو را به حالت نمیگذارد. و اینجا چه خیلی گفتیم با یک نیتی بد این همه نعمت از دست اینها میرود. ولی باز رحمت الله وقتی گناه خود را اعتراف میکنن، میگن خدایا من پشیمانم، من بیچاره هستم، تو برای من کمک کن، خداوند برایشان باز از آن هم بهتر باغ و نعمتش را فراوان میکند. در دوامش الله میگوید کذالک العذاب ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا یعلمون. الله میگوید انا همین گونه است جزای بخیلان. هر کسی که بخیلی میکنه، هر کسی که میگویی مالی من است، مالی پدری من است، کاری دست خودم هست، به کسی چیزی نمیدهم، از کسی قرضدار نیستم، کذالک العذاب، همین گونه باید عذاب می آید. همین گونه الله از دستت نعمت‌های دادهش را میگیرد. هر کسی که نعمتی فراوان داشت و همش یک بار از دستش برفت، به خود آید که شاید نتیجه آن نیت‌های بدش هست، آن بخیلی‌هایش هست. الله میگه این کم نیست برای بخیلان، ولی عذاب الاخرت اکبر، عذاب آخرت باز بزرگتر از این است. لو کانوا یعلمون، کاش این را میدانستند، کاش آنهایی که بخیلی میکنن میدانستند که بخیلی در دنیا و در آخرت عذاب دردناک دارد. در دوامش الله میگه ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لكم کیف تحکمون. برای تقواداران، برای آنهایی که از عذاب الله با ترک گناه خود را نگه می‌دارند و برای رضایت الله به عمل‌های صالح دست می‌زنند، در نزد پروردگارشان جنات نعیم، جنت‌های پر از نعمت است. افنجعل المسلمین کالمجرمین. الله میگوید آیا ما مسلمان ها را مانند گناهگاران میکنیم؟ آیا اینها زندگیشان در آیت دیگر سواء محیاهم و مماتهم آمدگی است؟ آیا زندگی و مرگ اینها یکسان است؟ نه. انسان مجرم زندگی خار و ذلت را در هر دو دنیا دارد. انسان مؤمن آرامش و آسایشتگی و هم در دنیا هم در آخرت دارد. ما لکم کیف تحکمون. الله میگه به شما چی شد؟ چگونه حکم میکنید که مسلمان هم گناهگار هم در دنیا و در آخرت در نعمت است؟ نه، اینها از هم جدا هستند، زندگی تماما متفاوت دارند. این لکم فیه لما تخیرون. ببخشید از این پیشش میگه ام لکم کتاب فیه تدرسون. آیا شما کتابی دارید که در آن خوانده اید که خداوند هم مسلمان و هم کافر را برابر میکند، یعنی جزا و مکافاتش را. این لکم فیه لما تخیرون. چگونه این گونه شما به خود اختیار میکنید؟ چگونه میتوانید یعنی هر دو اینها رو یک جا گذارید؟ ام لکم ایمان علینا بالغه الی یوم القیامه ان لکم لما تحکمون. یا که با ما، یعنی الله میگه با من شما عهد و پیمان گرفتید که تا روز قیامت که من مسلمان و کافر را یک خیل زندگی و یک خیل مرگ و یک خیل جزا میدهم. این گونه شما حکم کرده نمیتوانید، اصلا این گونه نیست. خداوند
با آن عدلش، با آن میزانی که دارد بین این دو طایفه در دنیا و در آخرت فرق و حیات جداگانه گذاشته است. سلهم ایهم بذلک زعیم. الله میگوید پرس اینها رو کدام این کافران به گردن میگیرد که در آخرت هم جنت از آن آنهاست و اینها هیچ به مشکلی دچار نمیشوند. ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین. آیا شریکان دارند، یعنی آیا خداهای دیگری دارند که اینها رو نجات میدهند از عذاب دوزخ، آنها به گردن میگیرند نجات اینها رو، پس بیایند کنی بگویند که ما اینها رو داخل جنت میکنیم. الله در دوامش میگه یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. روزی که میگوید الله تمام عذابها آشکار می شود. در بعض روایت ها روزی که از ساق پروردگار کشاده می شود، روزی که پر از مشقت و پر از شدت و عذاب است. یدعون الی السجود، دعوت کرده می شود که همه اکنون به پروردگار سجده کنید. فلا یستطیعون، ولی می خواهند سجده کنند و سجده کردن نمی توانند. روز قیامت وقتی که و پروردگار می آید، یا در بعض روایت ها چه خیلی گفتیم از ساق پروردگار کشاده می شود یا جلال پروردگار، و در بعض روایت ها روزی که تمام آن مشقت و عذاب و جنت و دوزخ آشکار می شود، وقتی به اینها گفته می شود که کنی اکنون سجده کنید، اینها سجده کرده نمی توانند. چرا سجده کرده نمی توانند؟ و قد كانوا يدعون الى السجود و هم سالمون. چون که اینها را در دنیا وقتی که سالم بودن می توانستند سجده کنند، وقتی که حی علی الصلاة و حی علی الفلاح می گفت به سجده نمی رفتند. یعنی وقتی در دنیا سالم بودی، صحت بودی، از آن رو میشنیدی و نماز نمیخواندی، کسی تو رو دعوت به نماز میکرد گوش نمیکردی، روز قیامت دیگر دیر است. وقتی مؤمنان شتاب سر به سجده مینهند تا رضاگی پروردگار رو به دست آورند، این منافقان و کافرانی که از سجده و نماز تنبلی و متکبری کردن اصلا سرگذاشته نمیتوانند. الله میگوید خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله. آنهایی که یعنی سجده کرده نمیتوانند، چشمهایشان پر از ترس هست و آنها را یک ذلت و خواری فرا گرفته است. بیچاره ان افتیده حالند. اما در آخرت این گونه در دنیا چگونه بودن؟ و قد كانوا يدعون الى السجود و هم سالمون. در دنیا سالم بودن، صحت بودن، وقتی به آنها گفته میشد سجده کن، سجده نمیکردن. از روی تکبری یا از اینکه من امروز کار دارم یا اینکه هنوز من جوان هستم. اما شرمندگی آنها در روز قیامت در چهره هایشان عیان می شود و خیلی می خواهند زود سجده کنند، ولیکن خداوند می گوید الان دیگر نمی توانی. هر چی کنند هم می گویند میان آنها یا گفتیم پشت آنها خم نمی شود. الله در دوامش میگوید فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. خداوند مایان را از استدراج خودش پناه دهد. الله میگوید آنهایی که دروغ می شمارند روز قیامت را، انکار میکنند قرآن و دین را، به من واگذار آنها را به من واگذار، غمی آنها را نخور، از پی آنها نشو. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. من اینها را آهسته جزای بالایشان می آرم که آنها حتی فکر نمی کردن. و استدراج معنایش این است که تو گناه میکنی جزا نمی آید، تو گناه میکنی بلا نمی آید، اما یک باره بی خبریت بلای بالای سرت می آید که از آن نجات یافته نمی توانی. معنای استدراج این است. مسلمان یا مومن بعضاً با ارتکاب بعض گناهایش جزایش را در دنیا یا گفتیم مقدار از کثافتی اون گناه را می بیند. بعضی با کسلی، بعضی با بعضی از امتحان ها گناهایشان پاک می شود، اما کافر و منافق جزای آنها استدراج است. برای همین حیران می شود این همه گناه می کند چرا الله بلا نمی فرستد؟ چون الله در اینجا میگه به حالش بیمان کمی،
و املی لهم این کیدی متین، به آنها مهلت بده. کید من یا گفتیم عذاب من بالای آنها خیلی شدید است. من از جایی که فکر هم نمی کردن انتظار می شوم، صبر می کنم، بلای به سرشان می آرم با یک مرگ ناگهانی، با یک بلایی که از آن دیگر برآمده نمی تواند. جزایشان این گونه بالایشان می آید. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. الله میگد ای پیامبر، آیا از آنها اجر یا گفته مکافات میخواهی، میپرسی برای به آنها راه نشان دادن که این برایشان خیلی وزمین است. یعنی اهل کفر اینقدر بخیل هستند و اینقدر برای آنها وزمین است به کسی خیر کنن یا کمک کنن. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا آنها علم غیب را میدانند که آنها داخل جنت میشوند، آنها مثل کفار عذاب نمیکشند و از آن میخوانند و مینویسند. در دوامش الله میگوید فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی و هو مکظوم. ای محمد صبر کن در این راه. هر کسی که در راه دعوت است باید صبر کند به مشقت و به بلا و به امتحان و به تهمت و به هر چیزی که به سرش می آید. صبر کن در این راه پروردگارت، در این قضای پروردگارت و اصلا مانند صاحب هود، یعنی مانند حضرت یونس نشو. چون حضرت یونس وقتی قومشان را دعوت کردند و قوم دعوت پیامبر را نپذیرفت، قهر میکنند و از الله اجازه نپرسیده از نینوا از اون شهر برآمده میروند. ولی به خاطر این قهر کردهشان یا گفتیم ناامید شدهشان در روایت 40 روز در شکم حوت ماهی بزرگ میمونند. الله در دوامش میگوید اذ نادی و هو مکظوم، و او در شکم ماهی وقتی افتید، وقتی پر از غم بود، دیگر چاره نداشت که چیکار کند، فقط دعا کرد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این دعای یونس است. هر وقتی که غم بالایتان آمد با این دعا کنید، غم ها از سرتون بالا می شود. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نیست معبودی بر حق بجز تو سبحان استی، پاک از عیب و نقصان استی. این من هستم که از ظالمان بودم، این من هستم که گناه کردم. در دوامش الله میگوید لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم. اگر او این دعا را نمی کرد، اگر این دعا و این تسبیح را در شکم ماهی نمی کرد، تا روز قیامت در آنجا باقی میماند. تا روز قیامت در شکم با آن ماهی مذمت شده و ترک شده باقی میماند. ولی این دعا بود که او را نجات داد. معجزه دعا کردن در همه حالت به سر کی میرسد خواهرانی عزیز؟ که یک نفر را حیوان خورد، یعنی فرو برد، به شکم حیوان بیافتی، با ساق و سالم بیرون برایی. خداوند با گفتن این قصه در سوره صافات هم هست، در انبیا و یونس هم هست، برای ما میگوید اصلا ناامید نباشید. خداوند تمام چیزهایی که مستحیل است، یعنی غیر امکان است، امکان کننده است. همه چیز به دست الله است. خداوند به همه چیز قدرتش میرسد. حتی انسانی که یا گفتیم پیامبری که کیتی بزرگ یا حوتی بزرگ فرو برده بود، زنده و سالم با دعا کنان بیرون برآمد و وقتی به شهرش نینوا برمیگردد حیران میماند که چگونه همه مردم پس از رفتن او ایمان آورده بودند. پس مؤمن از این قصه برای خود درس بگیرد که چیزی نیست که از قدرت الله بیرون باشد. الله به همه چیز قادر است. تمام طبیبان میگویند تو میمیری، تو یقین داشته باش که خداوند خواهد نمیمیری. همه میگویند که تو بدبخت هستی، تو یقین داشته باش که بخت به دست الله است. و این دعا باید در دهان همه آنهایی که در عذاب و در غم اندوه هستند تکرار به تکرار
زمزمه شود لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله میگوید اگر همین دعا رو نمیکرد و تسبیح نمیگفت و نعمت پروردگار او رو دریافت نمیکرد، در شکم او همین گونه باقی میماند مذمت شده و تنها. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. این پروردگار است پس از امتحان او رو اختیار کرد، برگزید، مقامش را بالا کرد و او را از بنده های صالح کرد. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. خداوند به پیامبرش میگوید این کافرانی که در اطراف هستند میخواهند با حسد، با بدبینی، با بغض عداوتی که دارن نسبت تو، با چشمانشان، با زهر چشمانشان تو را بیافتانند. وقتی که از زبان تو قرآن را میشنوند و باز میگویند او مجنون است، یعنی بدبینی و حسد کافران را نسبت خود در چشم و در حسادت آنها میبینی که نزدیک است با چشم خود تو را بیافتانند، که این آیت دلیل به بودن حسد یا چشم در آمدن هم هست. در دوامش الله میگوید و ما هو الا ذکر للعالمین. و اما قرآن بجز پند، بجز عبرت، بجز راهنما برای عالمیان چیز دیگری نیست. و همین آیت که قرآن راهنما هست، پند است، برای ما درس باشد. قرآن فقط تلاوت کردن نیست، قرآن فقط تجوید آموختن نیست، قرآن فقط با صدای خوش رو به این و به آن خواندن نیست. قرآن عبرت است، قرآن درس است. باید از قرآن درس بگیریم و با قرآن زندگی کنیم. فقط تلاوت کردن، زندگی کردن با قرآن نیست. این بود الحمدلله آخران آیتی سوره قلم که الله نصیبمون کرده باشد. جزء دوم سوره تبارک را درس دیگر میگیریم.